این ویدیو به دنیای ایکس خوش اومدید. من امروز میخوام با 4 تا چیز کلاش کنم که اولی واتر باکته. خب ببینید من اصلا تا حالا کلاش نکردم و خیلی سخته و اگه نتونم با حتی یه دونشون کلاش کنم اسممو لو میدم. یعنی راحت ترینش همین با واتر باکت، ولی خب من نمیتونم. بریم 1 2 3 شروع. بابا خب نمیشه. من با واتر باکت دیگه نمیتونم، اصلا من نمیتونم. بریم با گندم. بریم چیکار کنم؟ کلاچ گندمی حالا لای حاجی واقعا میگفتم من کف پلیر رو باید کلاچ بلد میشم، مگه این ماینکرافت پلیر رو واتر باکت رو یه بار دیگه امتحان کنیم. حالا با اسلایم رو بریم یه بار انجام بدم. میخوام با اسلایم کلاش کنم. وای میترسم. با 2 تا الان کلاش کردم. آقا اگه نتونم با قایق که آخری کلاش کنم دیگه اسمو لو میدم دیگه. بریم. خب آقا دیگه ما حرفه‌ای شدیم دیگه. بریم با قایقم یه کلاش ریز بزنیم اگه بتونیم. خب ببینید سخته، چون ببینید با توی چیز باید بردو بزنی بعد سوار شی توی چیز بدراک، ولی توی جاوا 2 تا میزنی سوار میشی. اینجا چطوری برش دارم؟ یه دونه دیگه میاری. راستی عزیزم روی جونیم. خب یه لحظه من برم بالا. 1 2 3 بریم. بابا خب قایقا گذاشتم. اسم من